وبسایت Global Voices آخر هفته گذشته 13 چیز یا کاری ممنوع در تاجیکستان را در یک مطلب گردآوری کرده است. در فهرست این سامانه منع تجلیل از سال نو میلادی در مکتب‌های کشور در جای اول قرار گرفته است. وزارت معارف و علم تاجیکستان سال 2015 تجلیل سال نو در مکتب‌های میانه و دانشگاه‌های کشور را منع کرد و مقامات گفتند که این تصمیم به خاطر رعایت قانونی تنظیم گرفته شده است. در جای دوم مشکل تجلیل از جشن هولی را آورده است. ماه می سال 2016 ماموران میلیسای تاجیک تجلیل جشن هولی در دوشنبه را پراکنده کردند و حالا تجلیل آن منع است. منع تجلیل از جشن با دبدبه تولد با دعوت ساکنان زیاد و بیرون از منزل زیست را این رسانه در جای سوم قرار داده است. به نوشته نشریه، اگر شما در تاجیکستان زاد روزتان را در قهوه خانه و طربخانه تجلیل کردنی هستید، باید همراهتان پولی جریمه را نیز داشته باشید. در مطلب منع جشن زنگ کمالات برای ختم کنندگان مکتب‌های میانه از سال 2016 را در رده چهارم ممنوعیت‌ها جای دادند. در تاجیکستان نه تنها به مراسم‌های خرسندی بلکه به مراسم عزاداری نیز اصلاحات وارد کردند. ماه سپتامبر امسال حکومت دستور صادر کرد که بلند گرفتن در مراسم عزا را منع می‌کند. ترتیب مراسم عزاداری و تعزیه مقرر کرده است که مردم نباید بعد از وفات نزدیکان با صدای بلند داد و فریاد کنند و لباس سیاه بپوشند. منع لباس بیگانه، منع گذاشتن ریش به ترتیب از اقدامی بوده است که این رسانه با آن با اظهار حیرت نظر کرده است. منع نام‌های ناخوب برای فرزندان، منع نامگذاری خارجی برای طربخانه و شرکت‌ها را در قطار بعدی ممنوعیت‌های رسانه جای شده است. در قطار 12 منع چند نماد ورزش در تاجیکستان جا گرفته است. این پایگاه اینترنتی به عنوان آخرین ممنوعیت استفاده دستگاه درون یا به سرنشین را یاد کرده است که حالا مردم بدون اجازه حق استفاده آن را ندارند. مؤلف نوشته است وقتی خداوند در را می‌بندد تیره‌ها را می‌کشاید. اشاره مؤلف مطلب با آن است که جای جشن‌های منع شده را در تاجیکستان حالا چند جشن دیگر گرفته است. روز پرزیدنت در 16 نوامبر، روز پرچم در 24 نوامبر و روز زبان دولتی در 5 اکتبر از جشن‌های نو هستند که آزادانه تجلیل می‌شوند.